باید بدونید که فرچیو لامبورگینی در دهه 1960 کار ساختن تراکتور بوده. یک کارخانه موفقی هم داشته، برای همین وضعش عالی بوده و به ماشین‌های فراری هم خیلی علاقه‌مند بوده. برای همین چند تا هم خریده بود و هر موقع که عشقش میکشه سوارشون میشد. اما با هر کدوم از این فراری‌های مشکل داشت. میگفت که این فراری‌ها چرا انقدر بی‌کیفیتن. اون چون یه آدم رد بالا بود و مشتری خیلی زیادی هم داشت و مشتری فراری هم بود، رفت به کارخونه و یک راست رفت پیش انزو فراری، یعنی بنیانگذار شرکت فراری. بهش گفت که بهترین ماشین‌های دنیا رو می‌سازی، اما کلاچ‌هاشون خوب نیست. کلاچ‌هاشون رو درست کن. اما انزو فراری این گفته‌های دوستان لامبورگینی رو توهین به خودش میدونست و بهش گفت که تو تراکتور سازی، تو رو چه به فراری، برگرد به زمین‌های کشاورزی. لامبورگینی هم خیلی ناراحت میشه و گفت باشه، بدرود. رفت تو کارخونه تراکتور سازی و گفت ماشین رو میسازم که حالا تو جا بیاره. و این گونه بود که لامبورگینی متولد میشه و یک تراکتور سازنده بهترین سوپرکارها میشه. لامبورگینی شرکت خودروسازی ایتالیاییه که در زمینه طراحی و ساخت خودروهای سوپر اسپورت فعالیت میکنه. شرکت لامبورگینی در سال 1963 توسط فرچیو لامبورگینی تأسیس شد و در سال 1998 گروه آودی اون رو با قیمت 110 میلیون دلار خریداری کردند که در ساختار این گروه خودروسازی آلمانی به عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت آودی قرار گرفت که خود زیرمجموعه فولکس واگنه. دفتر مرکزی این شرکت در دهکده کوچکی به نام سن آگاتا پولنیز قرار داره و تحت مدیریت آودی در خط تولید کارخانجات خود مدل‌های اونتادور، سیان، اوراکان و اوروس رو تولید می‌کنه. فرچیو لامبورگینی بنیانگذار لامبورگینی تحصیلاتش رو در زمینه طراحی ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی به پایان میرسونه. در 1962 با این مفهوم کسب و کار مکملی در ذهن لامبورگینی او شروع به پایه‌ریزی میکنه. در ماه مه 1963 او شرکت فرچیو لامبورگینی خودش رو تأسیس و زمین بزرگی رو که در آگاتا بولینیز بود برای راه‌اندازی فروشگاه خودش خریداری میکنه. با توسعه به موقع برای نمایشگاه خودروی تورین در سال 1963 نخستین لامبورگینی با نمونه اولیه لامبورگینی 350 جی تی وی شروع به کار کرد. این مدل در نمایشگاه نظر منقدان رو به خودش جلب میکنه، بلکه به نوبه خود یک وسیله نقلیه عالی نیز محسوب میشه. پیشانه 360 اسب بخار 12 سیلندر نیروی لازم برای این مدل رو تامین میکرد که توسط مهندس سابق فراری جیوتو پیتزاریتی طراحی شده. سرانجام در سال 1998 گروه فولکس واگن لامبورگینی رو با قیمت 110 میلیون دلار خریداری کرد. نخستین مدل تولید شده تحت مدیریت فولکس واگن یعنی لامبورگینی مورسیلاگو بود که در سال 2001 تولید شد. این مدل نخستین طراحی جدید لامبورگینی پس از 18 سال بود که دارای سامانه محرک تمام چرخ از آودی بود و فضای برای 2 نفر رو ایجاد میکرد که مجهز به درب‌های گالوینگ و پیشانه 12 سیلندر با حجم 6.2 لیتر بود. نخستین نسل این خودرو توان 572 اسب بخار رو با گشتاور 649 نیوتن متر ایجاد میکرد. مدل لامبورگینی گالاردو برای این شرکت همانند موستانگ برای فورد در دهه 1960 بود. لامبورگینی اونتادور در سال 2011 برای جایگزینی مورسیلاگو معرفی شد. اونتادور ساختار فیبرکربنی با قاب‌های جلو و عقب آلومینیومی جبه‌دنده 7 سرعته به اونتادور در رسیدن به سرعت 217 کیلومتر و شتاب 0 تا 100 2.7 ثانیه کمک کرده. در سال 1964 تا 1967 لامبورگینی 350 جی تی وجود داشته که تعداد تولیدش چیزی حدود 135 عدد بوده. 0 تا 100 این خودرو چیزی حدود 6.8 ثانیه بوده. در سال 2011 این شرکت اونتادور رو به وجود آورده که خودم واقعا عاشقشم. سرعت اونتادور چیزی حدود 350 کیلومتر و 0 تا 100 این خودرو به 3.9 ثانیه میرسه. در سالهای 2013 تا 2014 لامبورگینی ونتو بوده که 13 عدد از اون ساخته شده. سرعت این خودرو چیزی حدود 365 کیلومتر و 0 تا 100 این خودرو 2.6 ثانیه است. مدل بعدی از سال 2014 بوده تا کنون که 610 عدد از اون تولید شده و سرعتش به 325 کیلومتر هم میرسه که 0 تا 100 این خودرو 3.2 ثانیه است.